الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. اقرأ باسم ربک الذی خلق. ای پیامبر، بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید. خلق الانسان من علق. همان پروردگاری که انسان را از خون بسته آفرید. اقرأ و ربک الاکرم. بخوان و پروردگارت از همه بزرگوارتر است. الذی علم بالقلم. همان کسی که به وسیله قلم نوشتن آموخت. علم الانسان ما لم یعلم. به انسان آنچه را که نمیدانست آموخت. کلا ان الانسان لیطغی. چون این نیست که شما میپندارید، حقا که انسان طغیان و سرکشی میکند. ان رآه استغنی. بعد از اینکه خود را بی‌نیاز و توانگر ببیند. ان الی ربک الرجعی. یقینا بازگشت همه به سوی پروردگار توست. ارأیت الذی ینهی عبدا اذا صلی. ای پیامبر، آیا دیده ای آن کسی که از عبادت الله باز می‌دارد؟ بنده ای را هنگامی که نماز می‌خواند. ارأیت این کان علی الهدی. به من خبر بده اگر این بنده بر راه هدایت باشد. او امر بالتقوی. یا مردم را به پرهیزکاری فرمان دهد. پس سزای کسی که چنین بنده ای را بیازارد چیست؟ ارأیت این کذب و تولی. به من خبر ده اگر این شخص سرکش حق را تکذیب کرد و روی گردان شد، آیا سزاوار عذاب نیست؟ الم یعلم بان الله یری. آیا نمیداند که بی تردید الله همه اعمالش را می‌بیند؟ کلا لئن لم ینته لنسفعا بالناصیه. چون این نیست که او گمان می‌کند اگر باز نیاید و دست از شرارت بر ندارد، قطعاً موی پیشانیش را به سختی خواهیم گرفت و به سوی دوزخ خواهیم کشاند. ناصیه کاذبه خاطئه. موی پیشانی همان دروغگوی خطاکار را. فلیدع نادیه سندع الزبانیه. پس باید هم مجلسانش را به کمک بخواند. ما نیز آتشبانان دوزخ را فرا خواهیم خواند. کلا لا تطعه واسجد واقترب. چون این نیست که او میپندارد، هرگز او را اطاعت مکن و سجده کن و به الله تقرب جوی. إنها